امام جعفر صادق از حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه، میگه اوصیکم به اصحاب نبیکم، من شما رو وصیت میکنم، این سخن علی است، من شما رو وصیت میکنم در مورد اصحاب پیغمبر، لا تسبوهم، دشنامشون ندید، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم اوصى بهم الخیر، پیغمبر فرمودن جز خیر نسبت به صحابه هیچی نگید. این روایت رو علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 22 صفحه 36 آورده، کتاب الامالی صفحه 523 که آقا حضرت علی میفرماد راجع به صحابه دشنام ندید. من به این خاطر بارها گفتم کسانی که به صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشنام میدن، مخصوصا به خلفای راشدین، واقعا اینا شیعه نیستن، اینا شیعه انگلیسی هن. اینها کسانی هستن که به اسم شیعه میان و میخوان به اصحاب پیغمبر. مگه میشه به شاگردان پیغمبر توهین بکنید بعد بگید ما خود پیغمبر رو دوست داریم؟ شاگردانی که ما به وسیله اونها دین به ما رسیده. اگر شاگردان پیغمبر رو ما رد بکنیم، این دین به وسیله کی به ما رسیده واقعا؟ اسلام رو به ایران کی آورد؟ اسلام رو به ایران کی آورد؟ آیا کسی میتونه این کار بکنه؟ بعضیا میگن نه به زور ما مسلمان شدیم. این که توهین به خود ماست، این که توهین به ماست. ما اومدیم از ترسیدیم گویا. یعنی بعضیا توهین میکنن ولی خودشون نمیفهمن. نه، ما افتخارانه اسلام رو قبول کردیم.